وقتی که قیمت اینی های ماست اینی لو ماست، از این قسمت حرکت کرده آمده تا بالا در این قسمت، چی شد؟ ای شد امی لگ ما یا حرکت ما به سمت بالا. بعد از این گفتیم چی داریم؟ پول بک داریم. بعد از پول بک چی داریم؟ ادامه ترند داریم. به می خاطر یک مثال بسیار واضح و ساده شه براتون در این قسمت پیدا کردیم. خب ترند، پول بک، ادامه ترند. پول بک تا کجا گفتیم می باشه؟ اگر از این لو بگیریم پرتیم تا به این های، باید از خط 50% یا خط وسطی ما مارکت ریجکت شوه به سمت بالا بره. بریم ببینیم که آیا ریجکت شده یا نه. این را بخی دلیت میکنیم، میایم مثلا این را میگیریم از این لو میگیریم مندازیم تا به این های. سیز وقتی که مارکت این رقم به سمت بالا رفته تا به این های، تا کجایش آمده؟ تا 50% آمده. از 50% چی کرده؟ دوباره رفته به سمت بالا. انال ای بر ما یک نقل میته که مارکت از کجا میخواه بره بالا. وقتی که از این لو تا به این های رفت دوباره تا کجا میایه؟ تا 50% ما میایه و این میشه زون دیسکاونت یا خط 50% ما.